بریم برای بررسی بقیه منوی لایه ها. ما تا اکسپورت از رو تو قسمت قبلی توضیح دادیم، حالا میخوایم ادامهش رو بگیم. نیو فایل لایرز 3 نوع داره: سالید کالر، گرادینت، پترن. فایل لایرز که به این 3 تا تقسیم میشه تو منوی ادجستمنت ها هم داریدش، این بالا سالید کالر، گرادینت، پترن. سالید کالر چیه؟ یه لایه رنگی که کاملا از رنگ تشکیل شده، این تر رنگ مختلف که خب مثلا من وقتی سبز بذارم خاموشش میکنم، میام یه مستطیل رسم میکنم رنگش مثلا زرده، اینو که روشن بکنم آلت رو نگه دارم ماسکش بکنم روی این سبز میشه، وقتی روی این بزنم میتونم رنگش رو تغییر بدم. یه لایه رنگی کاملا. گرادینت اونم یه لایه رنگی با این تفاوت که ترکیب چند رنگه. اینجا میاد روش کلیک میکنید روی این همچین دستگیرهای براتون میاد، روی کالرش میزنید، مثلا اینو قرمز میذارید، اینو آبی میذارید به عنوان مثال. بعد الان چرا این آبیه نمایش داده نمیشه؟ خاطر که اوپاسیتی صفره. یه چیزی داریم به عنوان اوپاسیتی، محو شدگی و اینا. حالا قسمت های بعدی که به منوی لایرز ابزار لایه ها برسیم کامل توضیحش ندارم، فیل و اوپاسیتی و اینا رو، ولی برای فعال شدن این بخشی که خاموش بود این کار انجام بدید درست میشه. اوکی رو میزنیم، سیو میشه. این هم میتونیم روشن خاموشش بکنیم، کلا بهش دسترسی داریم. حالا سالید کالر چیه؟ سالید کالر گفتیم، پترن گفتیم. پترن راسته پترن یه سری به اصطلاح چی بهش میگن، بک‌گراند ها، تکسچر از چیزهای مختلفی تشکیل میشه که روی عکستون به صورت آماده میتونید اعمالش کنید. مثلا من اینو اگه اوکی بزنم حالا باید بیارم بالاش ببینید اعمال میشه، میتونم یک دیگه براش بزنم. بعد اسکیل کوچیک بزرگیش، هرچی بزرگش کنم میبینید مربع بزرگتر میشه، اگه ریزش کنم اینقدر ریز میشه که پیدا نمیشه. گزینه بعدی نیو ادجستمنت لایرز. ادجستمنت ها رو که قبلا گفته بودیم کجا وجود داره، همیناست دیگه تا اینجاش. اینا رو گفتم تو قسمت خودش، بخش اصلی خودش توضیحش میدم در ادامه فصل 1 و 2. کجا بودیم؟ لایه ها. لایرز کانتکست اوپسن هم که همون پترنه، برای اوپاسیتی پترن. لایرز ماسک، خب اینم برای بخش ماسک هاست توضیح میدم. ماسک، کلیپینگ ماسک، اسمارت آبجکت، کانورت تو اسمارت آبجکت، آپدیت آل مودیفاید کانکت و امبد آل لینکد کانورت تو لینکد. اینا همون اسمارت آبجکت دیگه. اسمارت آبجکت مثلا من یه لایه دارم، حالا این میتونه هر چی باشه، حالا به عنوان مثال یه متن می‌نویسم، حالا همین متن پیشنمایشی فونت، اینو میخوام کوچیک بزرگش کنم در صورتی که کیفیتش تکون نخوره. حالا این متن اکثرا اگه لایه باشه مثل این، ببینید حالا علامت متن رو دیگه نداره، لایه است. اینو بخوام بزرگش کنم ببینید کیفیتش یکم به هم میخوره. اینو میان کانورت تو اسمارت آبجکت میزنن، تنظیم کنم که به خاطر که دیگه کیفیتش به هم نخوره باید وقتی روش کلیک کنم بهش دسترسی داشته باشه. بخش بعدی کجا بودیم؟ ویدیو لایه هم که مال ویدیوز، ریستارز، اسمارت، این هم اسمارت آبجکت دیگه. اگه برید توی گزینه هاش میبینید بخش انتخاب لایه ها و اینا. ببینید من الان اگه بزنم آل لایه، کل لایه ها رو نمایش میده. اینجا میتونید مشاهدهش کنید. اگه بزنید روی این عکس‌ها، متنا، شیپ ها، ادجستمنت ها، اینا رو همه میتونید مشاهده کنید یا مثلا از اینجا. خب اینا همین کار میکنه. وقتی بیاید بزنید روش، حالا نمیدونم چرا قفل شده، خب حالا همین کار داره. نیو لایرز بیسد
برای کارهای تنظیم و به اصطلاح وسط چینی ببینید الان قلاب میشه. نه فعال کنید به نفع بدونه، خوبه، کمکتون کنه. گروه پلایرز، گروه بندی با کنترل جی هم میتونید گروه بسازید. ندیدید اینجا هم داریم. گزینه بعدی آپ گروه پلایرز، یعنی اگه گروه کردید خواسته گروه خارج کنید، یعنی خارج بشه. بخش بعدی هاید لایرز، خاموش کردن، روشن کردنش. کار خاصی نمیکنه دیگه. ارنج، سند برای وسط چینی مثلا send to backward، ارسال به زیر لایه. مثلا ببینید اینجا بود اومد پایین، اگه دقت کنید یا دیگه send to backward اومد پایین. گزینه بعدی ببینید بقیه‌اش هم حالا فعال شد. فوروارد میاد بالا، همین کارو میکنه. جابجا کردن شما میتونید اینجوری جابجا کنید، میتونید از گزینه ها استفاده کنید، انتخابش به خودت. دادنش، سایزش، رنگش، ترانسپرنسیش، حالم که بزنید دیگه کلا قفل میشه. برای قفل کردن مرج داون، مرج